خب درود دارم همه بینندگان شبکه اجتماعی دلیر مالی. خدمات شناسنامه‌دهی و قیدگیری در شهر حصار است. بله و این دروازه قبول هم دارن. خوشبختانه بچه‌ها خوب فعالیت دارن. ولی متاسفم از چیزی که این همه واسطه حجت‌های من و همسرم که می‌خوایم شناسنامه‌ها را نو کنیم و شناسنامه کاغذی هم که هست از من داخلش 2013 گرفتم و 2014 حکومت جمهوری شناسنامه پلاستیکی داخلی را پیشنهاد کرد. خب مسئله اینجاست که من میخوام با همین ریشه که الان شما میبینید شناسنامه بگیرم و شناسنامه پلاستیکی بگیرم، در حالی که شناسنامه که اینا برای من 2013 دادن هنوز دوامناکی داره تا 45 سالگی. ولی خب قرار و فرمان و دستور حکومت است که ما باید شناسنامه را عوض کنیم. بله عوض میکنیم، ولی من میخوام این بعد با این ریش زندگی کنم. همین ریشه که 0.5 سانتی متر هم نیست. میگن که این ریشه باید بگیری. بعد خب من اینجا آمدم، هیچ کس هم جواب دقیق ندارد. بعد 221 هم زنگ زدم قبولگاه وزیر، گفتن میز شناسنامه‌دهی مرکزی جواب میدهد و با مرکز شناسنامه‌دهی میز شناسنامه‌دهی مرکزی هم زنگ زدم. کسی از پشت تلفن نخواست نامناسب شه. میگه که فرمان است. میگم قانون دستور سفارش چی؟ میگه فرمان است. میگم این فرمان کجا چاپ شده است؟ من یک بار شناس شم. فرمان کی است؟ یعنی وزیر کارهای داخلی است، فرمان پرزیدنت جمهوری است، این اگر قرار قانونی است که پارلمان قبول کرده است. یعنی چی است که من شهروند جمهوری تاجیکستان با افتخار میخوام شناسنامه ما عوض کنم، شناس شم با این فرمان و دستور و قرار. تلفن رو برام میگذارد و نمیداند کجا مرا راهنمایی کند که من شناس شم. خلاصه با مسئولین وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در روز عیدشان که مبارک باشد میگم و مسئولین میز شناسنامه‌دهی مرکزی در جمهوری و شهر حصار برای شما پیام میدم که تا زمانی که با این ریشه که من دارم هر روز 0.5 سانتی متر نیست، شما اجازه ندهید که من شناسنامه پلاستیکی بگیرم. من هیچ وقت این شناسنامه را که شما دادید و تا 45 سالگیم باید کار کند، هیچ وقت شناسنامه را عوض نمیکنم. سلامت و سربلند باشید، خانه‌تان آباد باشد، عیدتان مبارک باشد کارمندان میلیسه.